راحت اومدید آقای امینی. شما که با نیروهای امنیتی سریال ساختی چطوری ویزا گرفتید آقای امینی؟ با مجموعه‌هایی که تروریست هستن صحبت نمی‌کنیم. شما خودتون متهمید در اعمال تروریستی در جامعه جهانی آقای امینی. مزدور هستید، ما باهاتون صحبتی نداریم. شما متهمید توسط جامعه جهانی به تروریسم دولتی. واقعا مادر خرج اینا کیه؟ تروریست‌ها مادر خرج شما. اینا حرف ملت رو میزنن، اینا دلسوز مردم ایرانن. اینو نشون بدید. ببین اینو بیماران پروانه ایبی داروهاشون رو تحریم کردن. تحریم به خاطر چی؟ به خاطر شماهایی که کمپین تشکیل میدید میگی دولت ایران ملت ایران رو تحریم کنید، ورزش ایران رو تحریم کنید. اینه با تروریست اصلا نباید حرف زد. شما اگه دلسوز ملت ایران هستید اینو پیگیری کن. شما چه دلسوزهایی هستید که اومدید تو این هتل لوکس دارید به خرج ملت؟ شما کجا رفتید؟ شما به خرج کی اومدید؟ داری چند روزه داری اینجا گزارش‌های غیر واقعی میدید؟ گزارش واقعی خبرنگار هستید، چرا هرگز سراغ خانواده مهسا امینی نرفتید؟ شما چرا سراغ خانواده اینا نمیرید؟ ما دسترسی نداریم و همشون هم با ما در تماسن، برای ما پیغام یه بار ازشون گزارش نگرفتید. چرا یه بار تو همون اینترنشنال و بی‌بی‌سی فارسی منعکس نکردید؟ پس شما دنبال فقط تجارت و بیزینس خودتون هستید متأسفانه. اگر خبرنگار واقعی رسالت خبرنگاری می‌دونید رسالت خبرنگاری یعنی که سعی کنید واقعیت‌ها رو پوشش بدید. ببینید واقعیت‌ها رو پوشش بدید. سعی کنید. بچه‌ها مثلا می‌پرسن چرا اینقدر دروغ میگن؟ چرا واقعیت‌های مملکت رو چرا موفقیت‌های زمانی چرا پیشرفت کردیم؟ ما خیلی پیشرفت کردیم. ها نفر زمان قبل انقلاب نیستیم. خیلی پیشرفت کردیم. یه سر بزن بیا ایران. یه چیزی من قاسم ما با تروریست‌ها حرف نمی‌زنیم. ما با شبکه‌هایی که تروریست هستن شما خودتون متهمید به ما تروریستی مجبوریم با پول حرام شما به همین جنگ با پول حرام دنبال دست مردم اوکراین دارید مشارکت می‌کنید. چش و گوشتون از حقیقت بسته شده چون پول حرام چش و گوشتون نمی‌ره. چرا دستش شما که تو کشور امریکا هستین از چی می‌ترسید؟ ما دارید حرف می‌زنید از چی می‌ترسید؟ چرا دستتون شما که الان تو آمریکا هستید استرس شده دارید. شرکت کردید در رسانه‌های نوید افکاری رفتید ازش بحث با ما عکس میگیرن با ایرانی‌ها عکس میگیرن چون میدونن شما تروریستید نزدیکشون ایرانم بگی ایرانم ثبت کن داده باشه ایرانم ثبت کن که دارم با ما عکس میگیرن بعد ما ملت ایران عکس پنجم و ششم تاریخ کلاس پنجم ایران زنده باد ایران پاینده باد ایران I love Iran. Where are you from? Nigeria. What's your business? I am a founder and CEO. What's your position in Nigerian government? I love Iran. Iran is good. I love Iran. Iran or Islamic Republic? Iran or Islamic Republic, it's different. Do you love Iran or Islamic Republic? آخه میتونی اینو نشون بده. اینا یهودی‌های طرفدار فلسطین. Very well the Jewish community. I was there many times, and thank God, alhamdulillah, they are very good to the Jewish people. They have a problem with the politics of Zionism, occupation of Palestine. That they oppose, but they are totally respectful and protecting the Jewish community that is همه مردم دنیا میدونن ولی شما چون چشم گوشتون از حروم پر شده این چیزا رو نمیتونید متوجه شید. افریقایی گفت یهودیه گفت پول میگیره که نفهمه.
همه مکاتب میدونن واقعیت شد، ولی شما چه جوریتون از همون چرا نمیرید با یهودیای اسرائیل حرف بزنید؟ شما چه جوریتون از چرا همون نمیرید چون با اونا مثل یهودیای شما اسرائیل حرف تروریستن، بزنید؟ چون اونا مثل شما پول حروم خوردن تروریسم رو که شما دارید گسترش میدید. شما پول مردم ایران رو میفرستید مردم دنیا و فلسطین مردم به ایران گروه خوبن. تروریستی میفرستید به لبنان، میفرستید به لبنان پول مردم ایران. شما متهم به تروریسم هستید. جامعه جهانی شما رو تروریست با مال حروم پر شده و چون پول تروریستا تو معده شما رفته. شما با سپاه پاسداران همکاری میکنید. شما سپاه پاسداران متهم به کشتار در ایران، متهم به کشتار در موفقیت های ایران رو بگو، موفقیت های